توی این ویدیوی چند دقیقه‌ای میخوام یک تصویری نسبتاً صادقانه و شاید کمی تلخ از طراحی صحنه و آینده کاریش و امکاناتی که این رشته میده بهتون بدم. سلام، من مهشاد آبدین‌پور هستم، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، و میخوام یه ذره درباره طراحی صحنه باهاتون صحبت کنم. طراحی صحنه قطعاً میشه گفت یکی از جامع‌ترین و کاملترین گرایش‌های رشته‌های هنریه، چه در تئاتر و چه در تمام شاخه‌های دیگر هنرها. به خاطر اینکه در رشته طراحی صحنه شما باید تسلط کامل بر تاریخ هنر، تاریخ تئاتر، تاریخ طراحی صحنه، تاریخ معماری، خود معماری، بازیگری، کارگردانی، نمایش عروسکی، هنرهای تجسمی، طراحی و نقاشی، ترکیب بندی و کمپوزیسیون، هارمونی رنگ و بسیاری چیزهای دیگه داشته باشید. ملزم به یک حجم زیادی مطالعه، تمرین، تکرار و درگیری واقعاً روزمره است با رشته. شما نمیتونید یک مدت طولانی رهاش کنید و بخواید بعد از مدت‌ها برگردید سمتش. شما باید قدرت خودتون رو در طراحی، دست خودتون رو برای اسکیس زدن، خط کشیدن، ذهنتون رو برای ترکیب‌های رنگی، کمپوزیسیون و همه چیز آماده کنید. پس دونستن همه این شاخه‌ها، همه این گرایش‌ها، فلسفه هنر، معماری، هنرهای تجسمی، نقاشی، خود تاریخ تئاتر و تاریخ تمدن حتی برای شما بسیار واجبه و اصلا نمیتونید ازش غافل باشید. برای همین شاید بشه گفت به زعم من و خیلی های دیگه طراحی صحنه واقعا یکی از جامع ترین و کامل ترین گرایش های رشته های هنریه. هدف درست برای انتخاب این رشته میتونه در این قرن معاصری که ما داریم توش زندگی میکنیم بسیار گسترده باشه. طراحی صحنه شاید یک زمانی فقط به تئاتر و نهایتاً به سینما و تلویزیون ختم میشد، اما در این دوره شما امکانات بسیاری مثل طراحی فضای گیم، طراحی ایونت، طراحی فشن، طراحی داخلی ساختمان، طراحی اکسسوار کاربردی مثل مبلمان، میز، صندلی، وسایل اتاق خواب، طراحی سینما و تلویزیون، طراحی صحنه نمایش‌های عروسکی، طراحی صحنه مغازه، طراحی دکور یک مغازه، یک رستوران، یک شرکت، مدیر هنری بودن یک شرکت، شاید حتی مهندسی، و در نهایت که این برای خود من غایت نهایی طراحی صحنه است، طراحی صحنه تئاتر. پس طراحی صحنه به شما بسیار امکانات میده و دست شما توی انتخاب آینده هنریتون بسیار بازه و این اتفاقی که توی دانشگاه میفته و شما محدود میشید به طراحی صحنه تئاتر، نهایتا سینما و تلویزیون، اصلا قرار نیست در آینده کاری شما هم اتفاق بیفته. مخصوصا اینکه طراحی صحنه تئاتر در ایران بسیار داره به بنبست میرسه. برای کمبود متریال، برای کمبود امکانات، نداشتن کارگاه‌های درست برای ساخت دکورهای عظیم، اینکه ما وقتی توی یک سالنی اجرا میگیریم ممکنه همزمان با ما مثلا قبل ما یه گروه دیگه اجرا داشته باشن، بعد از ما هم یه گروه دیگه، پس ما قطعا امکان ساخت یک دکور بزرگ و خارج کردن اون و داخل کردن اون به سالن هر شب رو نداریم و شاید گروه بودجه کافی برای انجام یک طراحی صحنه خیلی بزرگ و عظیم و با توجه به هزینه بالای امروز متریال نداشته باشه و شاید طراحی صحنه تئاتر امروزه در ایران آینده خیلی روشنی برای شما نسازه. همچنین که طراحی صحنه تلویزیون به خاطر نبود استودیوهایی که برای کارهای ساخت تلویزیونی استفاده بشه مثل هالیوود در ایران وجود نداره و نهایت امکان طراحی صحنه میشه انتخاب از بین اکسسوارها و لوکیشن هایی که برای کارهای سینمایی هستش. اما طراحی صحنه حداقل توی ایران امروزه امکانهای متفاوت‌تری به شما میده که البته که در بستر جهانی این بسیار گسترده تره و بسیار امکانات بیشتری به شما میده و شانس های بیشتری برای کار کردن دارید. اتفاقاً طراحی صحنه یکی از گرایش‌های در تئاتر که میتونه اگر شما موفق باشید و اگر درست کار کنید و تلاش بکنید بسیار زیاد، یه گردش مالی مناسب هم حتی در آینده براتون داشته باشه، در حدی که حداقل شاید در ایران بتونید یک زندگی معمولی رو برای خودتون داشته باشید.
پس اصلا شما رو به تئاتر و سینما محدود نمیکنه و امکانات خیلی زیادی در حوزه صنعت، وسایل روزمره، گیم، ایونت و حتی طراحی صحنه نمایش عروسکی بهتون میده. در واقع در یک جمله بخوام بگم، هر آن چیزی که طراحی اون وابسته به یک کانسپت، یک تحلیل، یک مفهوم باشه، میتونه در حوزه حیطه اختیاراتی یک طراح صحنه بگنجه و شما دستتون بسیار بازه. پس لازم خلاقیت بسیار بالایی داشته باشید. شما لازمه توی طراحی صحنه و برای طراحی صحنه شدن دست قوی داشته باشید، طراح خوبی باشید، اسکیزهای خوبی بزنید، خطهای اسکیز رو بشناسید، پرسپکتیو رو روش کاملا باید مشرف باشید. مهمترین اصل در اسکیز زدن نحوه استفاده درست از پرسپکتیوه. توی اسکیز برخلاف طراحی و نقاشی ما هیچ وقت یک خط صاف زیبای شسته رفته نداریم. اتفاقا که بعضا شما اسکیزهای طراحان بسیار معروف رو که ببینید متوجه میشید که اتفاقا بخش زیادی از اسکیزها شامل خطهای متداول و خیلی نامرتبی هستند، اما قابل فهمه، مفهومه و بودگی یک شی رو ازش نمیگیره و میتونه به تو نشون بده که چی میخواد و این مهمترین ویژگی یک اسکیزه. پس پرسپکتیو مهمترین چیز برای یک طراح صحنه است. شما باید ترکیب بندی، کمپوزیسیون اشیا، هنرهای تجسمی رو بشناسید، هارمونی رنگ‌ها رو باید بشناسید. طراحی صحنه توانایی‌هایی مثل نقاشی دیواری، نقاشی‌های پرسپکت بسیار عظیم، مثلا لطه‌های 3 متری در 6 متری 7 متری رو داشته باشید. باید بتونید با وسایل چوبی توی کارگاه چوب کار کنید، باید بتونید توی کارگاه‌های فلزی کار کنید، باید بتونه کاری بلد باشید، کمی نجاری بلد باشید. در نهایت میخوام بهتون بگم یک روحیه بسیار فعال همه چیزدان. واقعا حتی کارهای مثل کارهای بنایی کردن، ترمیم کردن ساختمون، ساخت و ساز یک وسیله، مبل ساختن، کمد ساختن، اکسسوار ساختن، طراحی کردن، یعنی شما یک روحیه کاری و یک روحیه همزمان موازی اون هنری باید داشته باشید. در یک کلام بسیار پرکار و فعال باید باشید و توانایی کار گروهی بسیار مهمه. طراحی صحنه چه بخواد برای ایونت باشه، چه سینما باشه، چه تئاتر باشه، چه هر جای دیگه‌ای، در یک اتفاق گروهیه که رقم میخوره. شما احتمالاً اول حوزه کاریتون دستیار تعدادی آدم خواهید بود و در نهایت غایت نهاییتون اینه که طراح باشید و تعدادی دستیار دارید. با یک کارگردان، با یک صاحب رستوران، با یک صاحب ایونت، با یک طراح فشن دارید کار میکنید و باید بتونید گفتگو کنید. قدرت گفتگو کردن و کار گروهی انجام دادن بسیار 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 کلیدی و مهمه و اصلا نباید ازش غافل باشید. اصلا نباید منزوی و گوشه‌گیر باشید و تصور کنید که خودتون به تنهایی میتونید همه کاراتون رو انجام بدید. باید بتونید ارتباط بگیرید، باید بتونید با فروشنده متریال ارتباط بگیرید، حتی گاهی چک و چونه بزنید، تخفیف بگیرید برای چیزی که دارید میخرید. شما بسیار بازارگردی براتون مهمه. برید توی بازار متریال ها رو ببینید، با متریال های نو آشنا بشید، قیمت های متریال، حدود قیمت متریال دستتون باشه، بدونید بورس کدوم وسیله کدوم مکان هستش، به کجای شهر میتونید برید اگر نیاز به وسایل چوبی دارید، اگر نیاز به مقوا دارید، اگر نیاز به پارچه دارید و باید جایی رو پیدا کنید دست کم در ایران که کمترین هزینه رو مجبور باشید صرف بکنید تا گروه بیشتر شما رو بپذیره و برای پروژه های بعدی هم به شما پیشنهاد کار بده. وگرنه با هزینه های گزاف طراحی صحنه اون احتمالاً اولین و شاید آخرین کاری خواهد بود که به شما پیشنهاد خواهند داد. شما برای طراحی صحنه باید سطل ذهنی پری داشته باشید و برای این کار باید نقاشی ببینید، تصویر ببینید، عکس‌های ماکرو از طبیعت ببینید، بافت‌های طبیعت رو ببینید، الهام بگیرید. باید شماها ذاتاً طراح صحنه به دنیا نمیاد. هیچکس ذاتاً طراح به دنیا نمیاد. قطعاً که استعداد مهمه، اما تلاش بسیار و بسیار و بسیار مهمتره. شما اگر بتونید ذهن خودآگاه و ناخودآگاه خودتون رو پر از تصویر، پر از شکل، پر از نقاشی‌های مهم بکنید و ببینید، با دقت به اطرافتون نگاه کنید، بسیار به جزئیات اهمیت بدین،
بدون شک در یک بازه نهایتاً 10 ساله شما طراح بسیار خوبی خواهید شد، چون امکانات ذهنی بسیار زیادی دارید، امکانات دستی بسیار زیادی دارید و در نهایت منجر به یک ایده پردازی و یک خلاقیت بسیار زیبا و جالب میشه. طراحهای صحنه رو بشناسید، کارهاشون رو ببینید، حتما تئاتر و فیلم‌های خوب زیاد ببینید. این بسیار به شما کمک میکنه. معماری، موزه‌گردی، همه اینها شما باید دائما در حال جنب و جوش باشید، بخونید، ببینید، موسیقی‌های خوب زیاد گوش بدید. شما باید چندین سال با هنر درگیر باشید تا بتونید یک چیز نهادینه درونی در خودتون داشته باشید و در نهایت چیزی برای عرضه کردن یا چیزی برای ارائه دادن داشته باشید به عنوان یک طراح. اگر تا اینجای کار براتون خیلی ترسناک به نظر نیومد و علاقه‌مند شدید به رشته طراحی صحنه، قدم اولتون چیه؟ کنکور هنر بدید، آزمون عملی بدید، وارد دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه تهران، هنر، سوره و پارس بشید که احتمالاً یک رتبه‌ای بین مثلا نهایتاً رتبه 200 تا 250 و یک آزمون عملی قابل قبول مثلا 60 به بالا نیاز خواهید داشت که بتونید وارد این دانشگاه‌ها بشید برای طراحی صحنه خوندن. اما اصلا فکر نکنید که کار اینجا تموم شده. اتفاقاً سختی کار تازه شروع شده. دانشگاه از شما به هیچ عنوان آرتیست نخواهد ساخت. اصلا تصور نکنید که دانشگاه تهران با هنر، با سوره و پارس متفاوت خواهد بود. هیچ کدوم از این 4 دانشگاه و دانشگاه‌های غیر دولتی و آزاد دیگه‌ای که این رشته رو دارن از شما آرتیست نخواهند ساخت. آرتیست شدن ممکنه 1001 راه داشته باشه که دانشگاه و این 4 سال یا 6 سال برای ارشد یا 8 سال برای دکترا به شما کمک خواهد کرد که در شروع مسیر آرتیست شدن قرار بگیرید. اصلا قرار نیست شما رو طراح بکنه. بسیاری از بچه‌ها تصور میکنن به محض اینکه وارد دانشگاه شدن دیگه کار تمومه، آرتیستن و بازار کاری باید اونها رو روی هوا بزنه. اصلا اینطوری نیست. رقابت بسیار سنگینه، چه در ایران باشید چه در جای دیگه‌ای از دنیا، و بسیار تلاش زیادی میخواد. و باز تکرار میکنم، دانشگاه از شما آرتیست نخواهد ساخت. دانشگاه فقط شروع برای اینکه شما رو از سردرگمی مسیر آرتیست شدن در بیاره و بهتون یک راهی که بیشتر بهش تمایل دارید برای رسیدن به غایت نهایی همون آرتیست شدن رو نشون بده. که تو دانشگاه هم واقعاً یک مسیر بسیار طولانی رو سخت و در پیش خواهید داشت. واحدهای درسی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا برای طراحی صحنه، واحدهای مثل طراحی و نقاشی، اسکیس، کارگاه چوب و فلز، بافت، تاریخ و سبک‌های طراحی صحنه، تاریخ مبلمان، ساخت ماکت، نقاشی تئاتر، طراحی لباس، ماسک و گریم، طراحی اپرا، معماری داخلی، نورپردازی، طراحی صحنه سینما و تلویزیون و در نهایت رایانه. شاید بپرسید این همه چیزهای مختلف مثل طراحی صحنه، مثل طراحی لباس، طراحی نور، ماسک و گریم چه ربطی به طراحی صحنه خواهد داشت؟ یکی از چیزهای خیلی مهمی که باید بهتون بگم اینه که در یک اجرای تئاتر بسیار مهمه که طراح لباس، طراح گریم و نورپرداز با طراح صحنه هماهنگ باشن و طراح صحنه باید همه اینها رو بلد باشه، بهشون کاملا مشرف و واقف باشه تا بتونه یک ترکیب بندی هنری زیبا از یک اجرای تئاتر در بیاره. تماشاگری که وارد سالن تئاتر میشه، اولین مواجهه‌ای که پیش از حتی دیدن قدرت کارگردان و بازیگری بازیگرها داره، اولین مواجهش با اون اجرایی که اومده ببینه طراحی صحنه‌شه. چون به محض اینکه وارد سالن میشن و همچنان منتظرن که همه تماشاگرها بیان و اجرا شروع بشه، شما دارید صحنه رو روبروتون میبینید و این اولین جایی که شما موظفید ذهن تماشاگر رو درگیر کنید که خب چه اتفاقی قراره در این سالن بیفته، بر روی این صحنه بیفته و این چه چیزیه که من جلوم دارم میبینم.
بسیار مهمه که شما از روزمرگی ها دور بشید. تماشاگر بیرون از سالن تئاتر داره زندگی روزمره‌اش رو میبینه و اومده وارد سالن تئاتر شده که قراردادهای جدید بپذیره. شما ممکنه یک دایره برای یک تماشاگر روی زمین بکشید و بگید که تماشاگر من این کشتیه و تماشاگر شما این قرارداد رو در اون سالن و در اون زمان میپذیره که خب این در این محوطه کشتیه، اما بیرون از این سالن این براش خیلی احمقانه و مسخره به نظر میاد. شما باید این توانایی رو داشته باشید که یک تصویر دلنشین و چالش برانگیز در ذهن تماشاگرتون ایجاد کنید و خلق کنید که این چیه، که شما در هر نوع دیگری از طراحی صحنه، در هر جای دیگه‌ای برای رشته طراحی صحنه هم بخواید کار کنید، باید این توانایی رو داشته باشید. باید بتونید این کنجکاوی رو برانگیزید و تماشاگرتون رو وادار کنید که به ادامه تماشای اون اجرا بشینه و تا آخر بمونه در اون سالن، که بعد از این مواجهه اولیه بازیگر روی صحنه خواهد اومد و توانایی‌های کارگردان و بازیگر مشخص خواهد شد. چرا باید رایانه برای طراحی صحنه بلد باشید؟ نرم افزارهایی مثل فتوشاپ، اتوکد و 3D Max در طراحی صحنه امروزه در سال 2023 بسیار مهمه. بهتون پیشنهاد میکنم قبل از وارد شدن به دانشگاه حتما دست کم فتوشاپ رو بهش کاملا مسلط باشید و کاملا بلدش باشید، چون بسیار مهمه و به شما کمک خواهد کرد. شما علاوه بر توانایی اسکیس باید توانایی‌های نرم افزاری بالایی برای طراحی صحنه خوب بودن داشته باشید. این هاست که به شما برتری هایی میده که در بازار کاری شما رو انتخاب کنن به نسبت یک رقیبی که در مقابل شما قرار داره. ولی میخوام یه ذره درباره بلاهایی که قراره توی دانشگاه تهران سرتون بیاد باهاتون صحبت کنم، چون گفتم قراره یک تصویر تقریبا واقع گرایانه از این فضا بهتون بدم که شما اگر هم انتخاب میکنید با چشم باز انتخاب کرده باشید و در نهایت انتخاب این رشته و ورود به این دانشگاه براتون منجر به یک سرخوردگی عظیم و افسردگی و در نهایت کم آوردن و ناامید شدن نشه. واقع گرایانه بهش نگاه کنید و با تصمیم درست و با عقل و منطق انتخابش کنید. سطح علمی یک سری دروس و یک سری اساتید این دانشگاه میتونه به شدت افتضاح باشه. شما رو اصلا نمیتونه راضی کنه و اصلا نمیتونه تصویر ذهنی که شما از این رشته دارید رو برآورده کنه. از دانشگاه تهران برای خودتون یک مدینه فاضله و یک تصویر رویایی بی‌نظیر نسازید، چون این تصویر در نهایت شما رو سرخورده، ناامید، منزوی، افسرده و خسته از هنر و حتی طراحی صحنه میکنه. واقع گرایانه نگاه کنید به اتفاقاتی که قرار بیفته. اینجا شما رو آرتیست نمیکنه. اینجا همه استاداتون قرار نیست میکلانژو و ارسطو باشن. اینجا بسیار لازمه که شما خودتون مطالعه داشته باشید. اصلاً به دانشگاه تهران به عنوان یک پلی برای ارتباط گرفتن با آدم‌ها استفاده کنید ولا غیر. اگر امیدی نداشته باشید به چیز خاصی، حتی کوچکترین اتفاقی هم و کوچکترین درسی هم که به شما داده بشه میتونه شما رو ذوق زده کنه. البته که اینجا واقعا استادهای بی‌نظیری داره، اما در یک سری مقاله‌های درسی میتونه بسیار ضعیف عمل کنه. تصویر رویایی نسازید تا منجر به افسردگی خودتون نشید. صادقانه بهتون میگم. این خیلی مهمه که بتونید لینک بزنید بچه‌ها، با بچه‌های دیگه ارتباط بگیرید، توی کارهای کلاسی بچه‌ها شرکت کنید، برید برای اجراهای بچه‌های کارگردانی طراحی صحنه کنید، برای اجرای بچه‌های عروسکی ساخت دکور انجام بدید، اکسسوار بسازید، سر کلاس‌ها فعال باشید، کاراتون رو به موقع، تمیز، دقیق و با علاقه انجام بدید. با استاداتون ارتباط بگیرید. ولی بهتون اخطار میدم که همه اینها ممکنه شما رو بایکوت کنه و ممکنه دیگر بچه‌های دانشگاه از شما خوششون نیاد و شما رو بایکوت کنن. بچه‌ها اهمیت ندید که پشت سرتون چه حرفایی میزنن بقیه، اهمیت ندید که قراره باهاتون چطوری رفتار شه. این مهمه که شما بتونید خودتون رو ثابت کنید به استادهاتون، به کسانی که توی دانشگاه کار میکنن و بتونید توی پروژه‌های کاری شرکت کنید، چون در نهایت اینجا قراره نهایتاً 6 سال شما رو، خیلی هم بخواید سعی کنید و برای دکترا بخونید نهایتاً 8 سال شما رو داشته باشه. مهمه که ارتباط بگیرید، لینک بزنید، توی پروژه های کاری برید، دستیاری کنید
تلاش بکنید، با استاداتون همکاری بکنید، از استاداتون بخواید که شما رو سر کارهاشون به عنوان دستیار ببرن و خودتون رو به استاداتون ثابت کنید تا اونها تشویق بشن که شما رو به پروژه های کاری معرفی کنن. چون استادی که داره کسی رو به یک پروژه کاری معرفی میکنه داره در واقع از اعتبار خودش مایه میذاره و باید اون استاد مطمئن باشه که شما سر اون پروژه کاری قرار نیست اعتبار این آدم رو، اعتبار چند ساله این آدم رو، سابقه های هنری این آدم رو خدشه‌دار کنید. این خیلی مهمه. باز هم تکرار میکنم، ممکنه با همه این کارها توسط بچه‌ها بایکوت بشید. اگر میخواید توی دانشگاه فعال و پرکار باشید، پیش از ورود به دانشگاه صابون همه چیز رو به تنتون بمالید و برای این اتفاقها آماده باشید. در نهایت انتخاب این که کدوم یک از این 4 دانشگاه مطرح رو میخواید توش درس بخونید به روحیه شما بستگی داره و صادقانه بخوام بهتون بگم به نظر من خیلی فرق نمیکنه که توی هر دانشگاهی چه اتفاقی داره میفته. شاید فقط بشه گفتش که دانشگاه هنر در سالهای اخیر تنوع استادهای بیشتری نسبت به دانشگاه تهران دست کم توی رشته طراحی صحنه داره. خیلی مهمه که قبل از ورودتون به دانشگاه بشناسید که توی کدوم فضا میخواید درس بخونید. البته که یه چیزی که خیلی مهمه، دانشگاه تهران به خاطر اینکه دانشگاه بسیار جامعی هستش، رشته‌های فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، جغرافیا، تاریخ، همه رشته ها رو داره، ممکنه سازوکار اداری دانشگاه شما رو اذیت کنه، چون کسانی که دارن دانشگاه تهران رو اداره میکنن خیلی درک درستی از هنر و رشته‌های هنری و طرز کارکرد رشته‌های هنری ندارن. حتی رئیس دانشکده هنرهای زیبا هم معماری هستن، از رشته‌های معماری هستن غالبا و خیلی اون فضای تئاتری رو شاید نتونن درک کنن و این ممکنه یکم شما رو اذیت کنه که این اتفاق در دانشگاه هنر نمیفته. دانشگاه هنر کاملا مختص رشته‌های هنریه و یکم سازوکار اداره شدنش از اون محیط خشک اداری میاد بیرون و یکم بیشتر روحیات هنری شاید نزدیک باشه. اما مهمه که انتخاب شما چی باشه. من به شخصه از بچگی علاقه داشتم به این سر در واقعا از اینکه از این در رد بشم، وارد این دانشگاه بشم و الان هم با وجود هر بلایی که تا الان سرم اومده و هر اتفاقی که افتاده و اتفاقهایی که قرار بیفته، باز هم اگه برگردم به 2 سال قبل که اینجا رو انتخاب کردم، باز هم این تصمیم رو میگیرم و برمیگردم اینجا. به خاطر اینکه هر چقدر هم نتونسته باشم در جاهای ارتباط بگیرم، اذیت شده باشم، هر چیز دیگه ای، واقعا یک سری این فضا، این درس ها، این تعاملات، این امکاناتی که توی کارگاه ها داریم، این لینک هایی که میتونیم با رشته های دیگه بزنیم، به خیلی چیزها برای من به شخصه میارزه. شما باید یه سبک سنگین با خودتون بکنید و ببینید که در نهایت تا چه حد حاضرید یک سری چیزها رو تحمل کنید و در نهایت چقدر این رشته نسبت به همه چیز آیا میتونه برای شما ارجحیت داشته باشه که همه چیز رو در چشمتون بذاره کنار و بتونید روی یک سری چیزها چشمتون رو ببندید که توی رشته مورد علاقتون درس بخونید. واقعاً حرف آخر که میخوام بهتون بزنم اینه که رشته‌ای که انتخاب میکنید دغدغتون باشه بچه‌ها. علاقه صرفاً کافی نیست. من بسیار به موسیقی علاقه دارم ولی موسیقی دغدغه‌ام نیست. پیانو سازی نیستش که، پیانو رشته هنری نیستش که من حاضر باشم هر لحظه از شبانه روزم رو، هر روزم رو درگیرش باشم. پیانو شاید صرفاً برای من یک هابی باشه، اما طراحی صحنه، اما تئاتر برای من چیزیه که من حاضرم تمام زندگیم رو، کارم رو، علاقم رو، آدم‌های اطرافم رو، هابیام رو، مطالعه‌ام رو، فیلم‌هایی که می‌بینم رو، تفریحاتم رو بر اساس اون بچینم و اگر حاضرید همچین جونی برای رشته‌تون بذارید، واقعا اینجا میتونه براتون جای خوبی باشه. واقعا رشته طراحی صحنه میتونه براتون رشته مناسبی باشه. اما باید اینو تشخیص بدید که آیا طراحی صحنه برای شما علاقه است یا هابیه یا دغدغه است. امیدوارم که تونسته باشم یک شماع کلی و یک تصویر کلی از رشته طراحی صحنه به عنوان یک شغل بهتون بدم و تونسته باشم کمک کنم که حتما به سمت این رشته بیاید یا اصلا به سمت این رشته نیاید.